سلام به همه برادران مخلصان پرپیچکان. کسی که ویدیو ما ببینه گوش کنه با دقت. این مراجعت ما با او آدمایی است که گمراه هستند، ساده فعلا باور میکنم. برای آن آدمایی که هیچ وقت به گپ مردم گوش نکنین. یک بلاگر خدا زده تاجیک در گرمانیا، در آلمان، هیچ وقت باور نکنین خدا زده را. او صلح و ثبات بین بردن آدم را جلب میکنه. امر معروف قوم میدن و کاریش کسای سر کری مرا مونده. هیچ وقت او پاد در صلح و ثبات قوم نمیدن. او پاد در نستی قوم میزنه و جهاد میکنه. او پاد باور نکنه، شکر نکنه برادرها، شکر نکنه که چون یک وطن زیبا داریم، شکر نکنه که چون یک پیشوای ملت داریم که دائما در بر همه ما و شما میباشم. پیشوای ملت مون این خدا زده را روزی مرگش نزدیکه. یک تا دیگه بدم خیر اون مرحله قوت فقط شیندگی ماشین خدا زده مرد رفت. انا میشم رنگ هموشه او روز مرگت قریب اتلا عبدالرحمن. تو هیچ وقت خرسندی نکن که بای حال ترازی هیچی نمیگه. این حکومت اسرائیل نیست که خیلی آدم را هیچ نگه. مرد باشه پسی تو مرد باشه پس پرده زوری نکن، پس اکران زوری نکن. بیای نخد بیم چون اما چی گفت داری ویروس بیا حکومت دا بگو. شرطه که آدم مردی بخی بیا حکومت دا بگو، ویروس حکومت دا بگو که میترسی میترسی تی از زنه که حرام صفت عبدالرحمن ناله همین را بفهمی ایلی مردی نیست. فهمیدی کنیو تا او چایتر ما بگم تو بحث مناظره سطر حجاب میکنی بخی برای تاجیکستان بین همه سطر ریش قد گشتستان. هیچ نمیگم، هیچ نه دو کسچه سر کری پشمه کری ما مونده در چی با گاو میزنن که جهاد در خیلی گاو میزنن. تو با ما تو بخی یا با بخی برای تاجیکستان بعد میفهمی که کردانن یا نه. هیچ که کردان نیست در او چیز، هیچ که در او چیز او کردان نیست ریشی سطر حجاب ده. هم موضوع دونه گشته است کنیو تد بگم و چطمه بگم عبدالرحمن نالدم برادرها شکر نکنین. شکرانه تنجه و امونی کنین که بعد صلح و ثبات تنجه ای بین بردن کنیو تا این پاتا هیچ وقت شانس ندن. دکجوی دیدن زدن بزنن بکشین خوین لاینا بزنن بکشین دکجوی دن بکشین هیچ وقت نمونه که داخل تاجیکستان شاید کنیو تا جهاد میکنه. این آدم صلح های بین بردن ثبات های بین بردن عبدالرحمن یک خدا زده کافی. هیچ وقت باور نکنین با گفتش، با گفتش نکنین، با کردش هم نکنین. باورش لوچ هم باورش نکنین. هموش خوبه برادرها. اگر کسی که این ویدیو ما ببینه عقل داره، عقل میکنه خودش که چی میگم. من مراجعت کردم که من دعوت دارم اون جوانه کسان که ساده فعلا گمراه هم برای انمون ما چکستم که هیچ وقت باورشون نکنین، گفشون هم نگیرین خودی پاتورا. فهمیدین؟ ما مراجعت ما با اون آدمایی است که دعوت ما با اون آدمایی است که چی میکنن باور میکنه. هیچ وقت اگر او پاد کسی زده باور نکنین برادرها. نه شکر خدا پیشوای ملت مو خدا عمرش دراز کنه، درد سرش نبینیم. چون این پیشوای ما روزی ما پیشوای ملت رنگی خدا زده نیستیم که بخدیم ها چی گفتن که پروتفی حکومت خیلی شکر نکنیم که نوخی پاد خدا زده هیچ وقت گوش نکنیم گفشه. هیچ وقت این کنیوتر پروندن داریم بپرانین شما باید دور دکجوی دم بکشینش زنده نمونید. دام گرمن تاجیکاش شما دام تاجیکایی که در گرمن هم میباشن ما دام دکجوی گرمن هم دیده بکشینش اون پاتا زنده نمونه. ولی به این روزش قریب عبدالرحمن نال نه و چه اتنا ما بگم. ولی روز قریب تا
مریدم یا میومد خواه خرسندی نکن که ترا حکم از این ترا میگوین دارم کن چون میزنم این زوری تایپشتی که مرد باشه بخینم گفت تا بیا در حکومت روی راست تاجیکستان بود یا حکومت دا بگو میترسی که تو میترسی نمیای تاجیکستان بیا که تمام همه کسا میگویم تلپوای هم خودم بود چه اولاد تلپتا میگویم عبدالرحمن 09 فهمدی؟ خیلی مخلصان عزیز ویدیو را گوش کنین و خودتون یکون خلاصه دا بین اگر پی خیلی پستی کسی ها باور نکنین این پتا نستی و امونیا عیبان بردن هم من خیلی برادرها در امان خدا باشین خدا نگهبانتان باشه همه شما رو در پناه الله